با سلام. امروز خدمتتون میخوام که آموزش پختن بربری سریع در خانه رو به ویژه برای کسایی که خارج از ایران هستن و دسترسیشون شاید خیلی به بربری سریع نباشه، خیلی ساده و سریع اگه که دلشون برای بربری تنگ شده آموزش میدیم که بتونید درست کنید و خودتون لذت ببرید. مواد لازم رو اول خدمتتون میگم. این تعدادی که الان ما میخوام درست کنیم برای 4 تا بربری کوچیکی داخل فره. شما دیگه حالا هر مضربی از اینو در نظر بگیرید، میتونید برای تعداد بیشتر یا اگه کسرش رو نظر بگیرید تعداد کمتر اگه بخواید. این ما 4 تا برای 4 تا بربری شما نیم کیلو آرد سفید یا وایت فلور میگیرین. دقیقا همچنان از این نصف از این، یعنی 250 گرم آرد سبوسدار یا هول ویت فلور. مواد لازم دیگه نمک هست، 2 قاشق غذاخوری نمک، 2 قاشق غذاخوری مخمر سریع یا اینستنت است، 1 قاشق شکر و 1 قاشق بیکینگ پودر. تقریبا حدود 350 گرم تا 400 گرم هم آب لازم هست برای که خمیر اینو ما درست بکنیم. چیزای جانبی دیگه هم که میتونید برای تزیین نون استفاده بکنید، از کنجد سفید و سیاه سسمی استفاده کنید و همینطور از برن یا سبوس برای زیر نون استفاده کنید. خب قدم اول این که ما همه اینا رو قاطی بکنیم. حالا اینا رو نه همین قدم ها آردها و این نمک و مخمر و سایر قصه ها رو با هم قاطی میکنیم به همراه آب و خمیر رو شروع کنیم پرس دادن. برای این کار اول قبل از که آب اضافه بکنیم اینا رو همه رو میریزیم رو هم. قبل از که آب رو اضافه بکنیم کمی با دست این رو تکون شد و هم الان هم در این مرحله آب رو حالا دیگه میتونیم بهش اضافه بکنیم. میتونید همه آب رو اضافه نکنید، بعضی وقتا بعضی خمیرها آب کمتر بیشتر میخوان و بعد آبش رو تنظیم بکنید. یه آب بیشتری میخواد این آب رو اضافه کنید، یا حتی اگر آب باز میخواد بازم میتونید اضافه بکنید و اگر هم کافیه دیگه اون آب رو دیگه بهش اضافه نکنید. تقریبا بعد از 5-6 دقیقه خمیر ما میبینید به چه شکل در میاد. دیگه کاملا یک نواخت تمام آرد در ظرف میبینید دیگه کشیده میشه داخل خمیر و یه چیز تقریبا حالت نرم و یک نواخت در میاد. خب این مرحله‌ای که حالا اصطلاحاً میگن خمیر خسته شده، باید بذاریم که خمیر استراحت کنه و آماده مرحله بعد بشه. خب کل خمیر رو میگیریم داخل ظرف میذاریم و یه دری داره همونجور درش میذاریم. اگه که با یه پارچه در واقع روش رو میکشیم و میذاریمش یک جا تقریبا حدود 1 ساعت و نیم تا 2 ساعت که این حالت تخمیر درش صورت بگیره و آماده بشه برای چونه گیری و قسمت بعدی. خب در این مرحله بعد از حدود 1 ساعت نیم 2 ساعت روی خمیر رو برمی‌داریم، می‌بینیم که خمیر به اندازه کافی پف کرده و شن بزرگ شده. خب در واقع حالا این کاری که می‌کنیم که فشارش میدیم، می‌بینید که صدای خارج شدن هوا از توش میاد و این بادش رو مقدار می‌خوابونیم. در واقع خمیر دیگه آماده است برای چونه‌گیری و اینکه بریم برای مرحله بعد. خب و توی این مرحله چونه میگیریم. اینو تقریبا باید چونه های حدود 300 گرمی بگیریم از توش. این صورت هست که چونه رو میگیریم و یه مقدار ورزش میدیم.
به این صورت شونه های ما آماده میشه. اینا رو همینجور میذاریم ندارم آرد بهشون میزنیم. و اینو زولش 10 دقیقه میذاریم بمونه. این فاصله کاری که ما میکنیم تنور رو آماده میکنیم و رومال رو حاضر میکنیم. رومال چیه؟ رومال در واقع اون قسمتی هستش که روی بربری واسه رنگ بربری میشه. خب رومال هم چیزی نیست جز این که ما این مقدار آرد رو نصف یه قاشق خیلی کم و یه اپسیلون آب در واقع تو آب سرد اول کامل حلش میکنیم آرد رو. این کامل حل شد میذاریمش روی گاز و توی یه مقداری غلیظ بشه تا آبش بخار بشه. خب این که بخار شد حاضر میذاریمش کنار و میریم برای اینکه در واقع نون رو آماده پخت بکنیم. الانم میذاریم فر رو روی دمای 500 درجه که داغ بشه آماده بشه برای. خب حالا در این مرحله‌ای که ما باید دیگه نون رو شکل نون در میاریم و در واقع آماده پختش میکنیم. خب هر کدوم از این در واقع اینا رو میگیریم و با کمک دست همین خیلی هم نرم شده بخاطر اینکه قشنگ حالا تخمیر انجام شده و قشنگ آماده هستش که این حالت نون بربری در بیاریم. به صورت یک حالت بیضی شروع می‌کنیم در واقع عملش میاریم که این از هر دو طرف کش میاد. این نون تقریبا حاضره شکلش و اگه حوصله بیشتر داشته باشید و نکتهش اینه که این باید کاملا یک نواخت باشه، یه جاش نباشه که خمیرش کلوفته از جای دیگه باشه. خب حالا رومال رو که پختیم و با قلمو میاییم و روش میزنیم. بعد مرحله‌ای که باید شیار درست کنیم روش، چون رومال رو زدیم خیلی راحت روش شیار درست میکنه دیگه. امروز اول شیار رو میزنیم، یه مرحله دیگه دوباره روش رومال میدیم چون خشک میشه و بعد دوباره شیار رو عمیق میکنیم. هرچند شیار عمیق تر باشه بهتره که دوباره این خوف میکنه و بالا میاد. خب حالا مرحله که ممکنه کنجد رو بزنیم قبل خودمون توی نمکدون و این شما مخلوطی از کنجد سفید و سیاه رو روی این میزنیم و این الان آماده پختن هستش. خب در این مرحله آخریه که در واقع نون رو میذاریم روی فر و آماده بشه. قبلش من 2 تا سینی فر رو گذاشتم کاملا دمای 500 درجه داغ شده. خیلی مهمه که سینی فر داغ باشه وقتی شما میخواید نون رو بذارید که این بعد سینی فر رو اینجا میذاریم و در واقع نونا رو یک به یک می‌ریم به داخل می‌بینید یه مقدار کششگم داره. این شما اینو به این صورت می‌ذارید کنار. دیگه نونا حاضره و اما می‌ذاریمشون داخل یه دولش 10 تا 12 کلا باید بپرد. اگه فرتون متقارن نیست یا حالا مشکلی داره در واقع میتونید یه 7-8 دقیقه یه طرف بذارینش تا 4 دقیقه بعد دوباره بچرخونید. بعد هم نیست که یه طرف آب جوش هم داخل فر بذارید که فضای فر کاملا محدود. ان شاءالله بعد از 12 دقیقه که دورم چرخوندیمش
ما میایم و نون آماده خوردن هست برش میداریم. خب دیگه نون حاضر هستش و آماده خوردن. می‌ریم خونش بشه و ترک بکنیم. نوشی جان.